برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و جشن نوروز در همه جماعت و دهات ناحیه شهرنو کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه پیدا نموده بنیاد و از نوسازی انشاءات تعییناتشان گوناگون ادامه دارد. با مقصد آبادی و سازندگی ناحیه کارمندان مؤسسه منزلی کمال‌علی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرنو تصمیم گرفتند که فعالیت خود را جهت زیبایی اطراف و سالمی جامعه روانه سازند. همه کوچه‌های ناحیه با شعار و آویزه‌های ادانه و اقتباس‌های شاعران و نویسندگان آرا داده می‌شود. در دو طرف شهرهای دوشنبه ترسان داده باشد کارهای آبادانی و سازندگی و خرمگردانی با اتحاد و سرجمعی اهالی و دستجمعی کارمندان کارخانه و تشکیلات و کل زحمتکشان منطقه جریان دارد. امروزها از خرد تا بزرگ با تعب بالیده و سزاوار استقبال گرفتن این جشن اجدادی از خانه به کوچه، از کوچه به محل، تازه کردن کانال و جویبارها، شناندن درختان آرایشی سایه افکن و رنگ و بار کردن و دیوار و دروازه ها کمری همت بستند. تصمیم گرفتیم که در عرفه این جشن بزرگ نوروز بین المللی 11 انشاءات های جشنی به استفاده دهیم. از آن جمله در جماعت دهات شهرنو 2 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است که 20 نفر شهروندان متخصصان جای کار تامین می‌گردد و اینچنین آشخانه زمانوی ملی به نقشه گرفته شده است که زیاده از 10 نفر جای کار مهیا می‌سازد. دستاوردهای دوران استقلالیت از آن گواهی می‌دهند که مردم وطن دوست و سربلند این گوشه کشور تحت سروری اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تحکیم اقتدار اقتصادی تاجیکستان سهم ارزنده می‌گذارند و سعی و تلاش به خرج می‌دهند که بهر آبادی محلی خود سهمگذار باشند و جشن‌های ملی کشور را در سطح بلند مهنتی پیشواز گیرند. ناحیه شهرنو چون دیگر شهر و ناحیه‌ها تصمیم گرفتند که زیاده از 400 انشاءات تعییناتشان گوناگون ساخته به استفاده دهند. ما ساکنان ناحیه شهرنو با باوری کامل گفته میتوانیم که بعد سزاوار استقبال گرفتن این صحنه تاریخی تمام کوشش غیری خود را سفربر نموده با دستاوردهای بلند استحصالی و مهنتی جشن گیریم. باید گفت که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرنو زیاده از 400 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده. تا امروز باغ به نام اسماعیل سامانی، پرچم، میدانچه‌های ورزشی و دیگر انشاءات تعییناتشان گوناگون مرحله به مرحله ساخته به استفاده داده می شود. مردم مهمان نواز این منطقه نیت دارند تا تجلیل جشن‌های ملی کشور دو شفت شاهراه و گلگشت‌های آن را به موضع‌های خرم و دلربا تبدیل دهند.